شهاب حسینی نگاه می‌کنم این چقدر خوشی به خود من یه بار نزدیک دیدمش اینجا شوش داشت. مثلا براش مهم نبود. مثلا پارسا پیروزفر شما نمیدونی پارسا پیروزفر نگاه می‌کنی میگه اوه چه صورتی مثل ماهه. اینجا آقای پارسا پیروزفر مو داره. هر روز صبح که بلند میشه اینا رو وکس میکنه و اینا میاد بیرون. مهرداد صدیقیان مثلا مهمون برنامه من بود. من مهرداد صدیقیان رو میگم میگه این پسر اصلا باور کن دستشویی هم نمیره. وسط برنامه من 3 بار رفت دستشویی. اینا هم انسانن مثل ما. فرق نمیکنه واقعا. امیرحسین فتحی اومده بود. چقدر این پسر زیبا چشای بور رنگی منگی و فلان و اینا. ولی بهش گفتم همین اونجا لاغون چی نوشته نتونست بخونه. این چرا چشش ضعیف بود. نیم اینور 75 سال اینور یک آستیگمات 1.5 آستیگمات. مشکوشه به قوز قرنیه. اصلا باورتون میشه؟ ولی یه تصویر ارائه میده انگار من عقابم مثلا همه جا رو میبینم. آقای چیز سروش صحت رو نگاه میکنی میگه او چه موهای پلی چه سیبیلای فلان اینا اینجاهاش همه خالیه. از این پودرا میزنه. یه بارون میاد میفهمی که چه خبره. همین سامی بیگی اخیراً توی کنسرتش هم لغ شده. ایشون در ظاهر مثلا سیکس پک و فلان اینا خب چی بگیم دیگه سیکس پک داره دیگه. من اگه سیکس پک داشتم لخت میشدم دیگه. یه پویشی چیزی را بندازید. به نظرم کسایی که داوطلب میشن اول آقای بهمن هاشمی احتمالاً شاید تا الان هم این کارو کرده باشه ما ندیدیم. آقای محمود شهریاری اینا مثلا عاشقانه ممکنه این کارو بکنه. من ابدا بدش کن گیر میدم به ماکامن جفتشون ریزش سکه‌ای چیز دارن ریش دارن جفتشون. اصلا باورتون میشه